در 5 سالگی میگی بابا عاشقتم، در 12 سالگی میگی بابا ذهنیتت خیلی قدیمیه، رو اعصابی، در 16 سالگی میگی آخرش از این خونه میرم، در 18 سالگی میگی دیگه حوصله پدرم رو ندارم، در 25 سالگی میگی بابا حق با تو بود، در 30 سالگی میگی فقط میخوام برم پدرم رو ببینم، در 50 سالگی میگی میترسم پدرم رو از دست بدم، در 80 سالگی میگی حاضرم همه چیم رو بدم تا دوباره صدای پدرم رو بشنوم. درسته شاید هیچ وقت پدرت نگفت دوستت داره، ولی هرگز نذاشت گرسنه بخوابی. خودش لباس نپوشید تا تو هرچی دلت میخواد بپوشی. 2 شیفته کار کرد تا شاید تو زندگی آسون تری داشته باشی. یادت باشه هرگز حرمتش رو نشکنی و اگر انقدر خوشبختی که هنوز تو زندگی داریش اینو بفرست براش تا بفهمه چقدر دوستش داری. در 5 سالگی میگی بابا عاشقتم، در 12 سالگی میگی بابا ذهنیتت خیلی قدیمیه، رو اعصابی، در 16 سالگی میگی آخرش از این خونه میرم، در 18 سالگی میگی دیگه حوصله پدرم رو ندارم، در 25 سالگی میگی بابا حق با تو بود، در 30 سالگی میگی فقط میخوام برم پدرم رو ببینم، در 50 سالگی میگی میترسم پدرم رو از دست بدم، در 80 سالگی میگی حاضرم همه چیم رو بدم تا دوباره صدای پدرم رو بشنوم. درسته شاید هیچ وقت پدرت نگفت دوستت داره، ولی هرگز نذاشت گرسنه بخوابی. خودش لباس نپوشید تا تو هرچی دلت میخواد بپوشی. 2 شیفته کار کرد تا شاید تو زندگی آسون تری داشته باشی. یادت باشه هرگز حرمتش رو نشکنی و اگر انقدر خوشبختی که هنوز تو زندگی داریش اینو بفرست براش تا بفهمه چقدر دوستش داری.